یکی ناخنش رو بلند میکنه، یکی ریشش رو یک جور میزنه، یکی سیبیلش رو، یکی موی سرش رو. اینا خیلی خیلی چیزای شخصی هستن و خیلی 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 مهمن. اگر وارد اونها بشیم اونها رو از خودمون دور خواهیم کرد و بعضی وقتا باعث مرگ اون افراد خواهیم شد. فانتزی های افراد خیلی براشون مهمه و همونقدر که برای اونها مهم هست برای ما هم باید مهم باشه. فانتزی ها کاملا قلمرو خصوصی هستند. هیچ وقت در مورد اونها سوال نکنیم از کسی، هیچ وقت واردشون نشیم. کاملا حریم شخصی هستند. عارف آن است که از هیچ چیز تعجب نکند. واه، خیلی باشکوهه، خیلی باشکوهه. وای وای وای. پس ما باید چطور بریزیم از دیدن یه ناخن یک نفر در ما سوال ایجاد میشه؟ حتما برم گیر بدم بپرسم چرا این